دیگه هر کاری میکنیم وزنمون پایین نمیره. سلام دوستان، علی معید هستم. امروز میخوام در رابطه با مطلبی که خیلی ازم سوال میشه صحبت کنم. فلات کاهش وزن، استپ وزنی یا ویتلس پلاتو. اون مقطعی که دیگه هر کاری میکنیم وزنمون پایین نمیره. بهترین کار اینه که شوکی در روال عادی زندگیمون در رابطه با غذا خوردن ایجاد کنیم. مثلا از روش اینترمدییت فاستینگ استفاده کنیم. در فاصله 7 ساعت غذا بخوریم و 17 ساعت هیچی نخوریم. آب بیشتر بخوریم. ورزش‌های هوازی رو بیشتر بکنیم، مثل راه رفتن. مصرف کربوهیدرات ها رو قطع بکنیم. انسولین مانع کاهش وزن میشه و با عملاً وجود کربوهیدرات و قند در بدن انسولین ترشح میشه. مصرف گوشت رو میتونیم افزایش بدیم. مصرف سبزیجاتی مثل براکلی و اسفناج و کلم رو میتونیم افزایش بدیم. خاطرتون باشه امکان داره شرایط خاص سلامتی داشته باشیم، بنابراین هر پیشنهادی رو که بهتون میگم حتما با پزشکتون مشورت کنید. متشکرم.